بسم الله الرحمن الرحیم. با خاطر از اینکه ما شما از برنامه مایسکل استفاده کنیم یا رسانه مایسکل اول باید هم سرور رن کنم. درست. و انتر برش میگم. اولین کاماند را کار میکنم. اول برش میگم شو دیتابیس، یعنی دیتابیس هم ما چی کنم نشان بده. یعنی شما از کاماند دیتابیس شو دیتابیس به خاطر از استفاده میکنیم و از کاماند شو دیتابیس استفاده میکنم به خاطر از اینکه نشان بده چند دانه دیتابیس و کدام دیتابیس ها را که ما شما داریم ما چی میکنم نشان میده که استفاده کنیم و دیتابیس هایی که هست قبلا انفورمیشن اسکیما، مای اسکیل، پرفورمنس اسکیما و تست وجود داشته و ایده دانش چی شده جور شده. این اولین کمان بود. دوم کمانی را که ما شما استفاده میکنیم میخوایم ورژن برنامه مایسکل خود ببینیم. به خاطر از ما نوشته میکنیم select ورژن خواص باز بسته سیمیکالن انتر. ببینید ورژن به ما نشان میده که ورژن را که استفاده میکنیم این ورژنش هست یا 5.6.12 و دیگه کامندی که ما شما داریم به تاریخ و ساعت همزمان به ما چی کنه نشان بده. تاریخ و ساعت کامپیوتر ما شما را نشان میکنم select now خواص باز بسته سیمیکالن انتر. ببینید در اکتیبل در قسمت تاریخ به من نشان میده که 2015 5/3/2015 و همچنان ساعت کامپیوتر ما شما را که اینه 16 بجه یعنی 4 بجه و 15 دقیقه و 13 ثانیه است. دیگه کماند را که ما شما داریم اون نشان دادن تاریخ یا دیت است که فقط امور به ما چیکنه نشان میده. نشان میکنم select current underscore date یا تا نره به خاطر از اینکه فقط برای شما دیت نشان بده. شما از چی استفاده میکنین؟ از اندرسکور استفاده میکنین. select current underscore date خواص باز سیمیکالن انتر. ببینید حالا برای شما چی نشان میده؟ تاریخ نشان میده. و این سه کاماند بود. اگر شما خواسته باشین سه کاماند رو در کیوری رن کنین درست، پس چی میکنین؟ نوشته کنین select ورژن خواص باز بسته کاما برش میگم now خواص باز بسته کاما میگم current underscore date خواص باز بسته و سیمیکالن. اگه کیوری رو رن کنم یعنی سه کاماند را که ما نوشته کردیم در یک تیبل باید چی میکنن نتیجه نشان میدن. تر برش میگم ببینید ورژن و تاریخ و ساعت و تاریخ کامپیوتر در یک تیبل ما چی کرد نشان داد. یعنی شما توسط یک کیوری سه نتیجه را همزمان چی میکنید میبینید. دیگه چیزی که وجود داره اگر شما خواسته باشین سی کیوری رو در یک جمله نوشته کنید و نتیجهش جدا جدا ببینید فقط براش بگو select ورژن خواص باز با فرق نمیکنه که شما ورژن رو اول بگیرین تایم رو دوم بگیرین ناو هیچ کدام گپ نیست. یعنی پس پیش نشه کنید سیمیکالن برش میگم باز میگم select now خواص باز بسته سیمیکالن دوباره برش میگم select خواص باز بسته select current date underscore current date خواص باز بسته سیمیکالن انتر. ببینید در جمله‌ای که ما شما نوشته کردیم سه کماند در نتایج در تیبل‌های مختلف با ما شما چی کرد نشان داد. دیگه برنامه مایسکل این خوبی را داره که اجازه میده ما شما یک کیوری خود در چند جمله نوشته کنیم و یک نتیجه را چی کنیم ببینیم. ببینید من نوشته میکنم select درست و برش انتر میگم. کیوری ما کامل نیست اما میتونم در جمله دوم که در این حالت چی کنم نوشته کنم. select برش گفتم یعنی در جمله دوم نوشته میکنم current underscore date انتر برش میگم خواص باز بسته انتر برش میگم کاما انتر برش میگم now خواص باز بسته سیمیکالن انتر. ببینید ما دو کیوری خود در چند جمله نوشته کردم و شما میتونید یک کیوری تون در چند جمله چی کنید نوشته کنید. مثلا نوشته کنید select enter current underscore date و انتر برش بگوین. چی برش بگوین؟ خواص باز بسته انتر سیمیکالن. ببینید تمامی از یک کاماند است یک کیوری است ولی در چهار جمله چی نوشته شده. انتر برش بگید نتیجه چی میکنه با شما نشان میده.
و دیگه چیزی که ما شما باید بدانیم چی است؟ او ساختن دیتابیس است. چی؟ ساختن دیتابیس. به خاطر ساختن دیتابیس ما شما یک کاماند داریم، یک کیوری داریم، یک کلید، یک کی داریم به نام چی است؟ به نام کریت است. کریت به خاطر ساختن دیتابیس، به خاطر ساختن تیبل‌ها، به خاطر ساختن اندکس‌ها استفاده میشه. ما حالا به خاطر ساختن دیتابیس استفاده میکنیم. پیش از اینکه دیتابیس رو کنم اول برای شما نشون میدم شو دیتابیس که دیتابیس های قبلی را به ما نشون میده. شو دیتابیس است. شو دیتابیس است. ببینید این دیتابیس رو نشون داد. میگم یک دیتابیس جور که به نام چی؟ کریت دیتابیس به نام چی باشه؟ میگم به نام ارج باشه. و سیمیکالن براش میگم. ببینید میگه کیوری که یعنی دیتابیس چی ساخته شد. حالا براش میگم شو دیتابیس و دیتابیس یادتان نره خواسته باشین دیتابیس ها رو ببینید. شما دیتابیس نوشته میکنید. اگه دیتابیس رو میکنید کریت دیتابیس سیمیکالن براش میگم انتر. ببینید دیتابیس به نام ارج چیه ساخته شده. به خاطر از اینکه شما دیتابیس از بین برین، برعکس شما یک کاماند دیگه دارین به نام چی؟ به نام دراپ کار برعکس کریت هم میکنه. دیتابیس ما شما چی میکنه؟ از بین میبره. تیبل ما شما رو چی میکنه؟ از بین میبره. میگم دراپ چی؟ ارش دوباره میگم چی گفت؟ پاکو سیمیکالن انتر کیوری میگه اوکی دراپ یاد ما رفت که باید دیتابیس ذکر کنیم. دراپ دیتابیس به نام چی بود؟ به نام ارش سیمیکالن انتر میگه کیوری اوکی شو دیتابیس شو دیتابیس سیمیکالن ببینید ارش شد از بین رفت. یعنی دیتابیس ارش چی شد؟ از بین رفت. دیگه چیزی که شما باید بفهمید چطور از برنامه خارج میشین. شما توسط از یک اگزیت نوشته کنین شما را از برنامه خارج میکنه. اگر شما کوایت نوشته کنین شما را از برنامه خارج میکنه. و دیگه کنترل دبلیو کنترل سی نیاز از برنامه شما چی میکنه؟ خارج میشه. دیگه چیزی که باید شما بفهمید ساختن تیبل از در یک دیتابیس. درست؟ میگم اول یک دیتابیس جور میکنم، بعد از اون باز او دیتابیس یک تیبل ایجاد میکنم. درست؟ میگم کریت دیتابیس با من جور کن. دیتابیس میگم نامش چی باشه؟ میگم نامش ارج باشه. و سیمیکالن انتر میگم کیوری اوکی. حالا برش میگم شو دیتابیس است. دیتابیس ها استفاده برای من نشان داد و میخوایم دیتابیس چی استفاده کنم؟ ارج. شما به خاطر اینکه از یک دیتابیس استفاده کنین یک کاماند دارین به نام چی؟ به نام یوز نوشته میکنین و فقط مستقیم نام دیتابیس چی میکنین؟ ذکر میکنین. یوز ارش میگم ارش چی استفاده کنیم؟ مثلا انتر دیتابیس چنج ای با این ماست کیوری ما شما کار میده و فعلا ما شما از دیتابیس ارش چی میکنید؟ استفاده دیگه ببینین وقتی که ما یوز ارش میگیم به این ماست که ما از دیتابیس ارش فعلا چی میکنم؟ استفاده میکنم. گفته که دیتابیس چنج این حال آماده عزیز که ما دیتابیس ما آماده ای است که از دیتابیس چی کنیم؟ استفاده کنیم. میگم کریت تیبل با من چی کو بساز. ما شما قبلا هم خواندیم که کاماند کریت به خاطر ساختن دیتابیس تیبل و اندکس‌ها استفاده میشه. میگم کریت تیبل بساز با من. کریت تیبل اینا یادتان نره اگر شما خواسته باشین تیبل انزرت کنین بس تیبل شما ببین من میگم کریت تیبل جور کو به نام چی؟ به نام EMP یعنی به نام چی؟ امپلایی زمانی که سیمیکالن برش میگم کاماند ما کلمه غلط یا ایرر میتونه میبینید میگه اتیبل must have at least one column. میگه تیبلش ما حداقل باید یک کلم داشته باشه. به خاطر از او من نوشته میکنم امپلایی قوس باز بسته میگم یک کلم داشته باشه به نام ایدی یا ایدیش انتیجر میگیرم کاما برش میتم میگم نیم داشته باشه و فاصله برش میتم میگم ورچر. یادتان نره شما به خاطر نه آیدی یعنی نمبر از شما انتیجر میگیرین. اگر فیز بود انتیجر میگیرین یعنی هر کالم شما که ضرورت به عدد داشت شما انتیجر میگیرین و اگر تکست بود باز ورچر تکست و غیره دیگه چیزا میگیرین. و ورچر مخفف از دو کلمه است، یکی وریبل و دومش کاراکتر است. یادتان نره وریبل و چی؟ کاراکتر. یعنی به خاطر تکست یا حروف شما ورچر میگیرین یا تکست میگیرین. یعنی ورچر نمیگیرم تکست میگیرم همون کارو من چی میکنم انجام میدم. و به خاطر نمبر شما انتیجر میگیرین. دوباره پس ورچر نوشته میکنم ورچر و قوس باز بسته شما اینا تعداد چی رو انتخاب میکنید؟ تعداد کاراکترهایتان یعنی نام که نوشته میکنید نام چند شامل چند حرف باشه 5 6 7 میگم 10 رو داشته باشه. قوس خود دوباره بسته میکنم و برش چی میگم کامه میگم چی هم داشته باشه last name هم داشته باشه یعنی تخلص هم داشته باشه last
last name قوس. اوکی برای last name چون دوباره تکست از چی میگیریم ما شما برشر میگیریم قوس باز میگم چند کرکتر داشته باشه میگم 12 کرکتر داشته باشه و قوس دوباره بسته میکنم قوس سوم بسته میکنم سیمیکالن میتم. ببینید ما شما اینجا قوس خود باز کردیم در این صفحه پس قوس باید در این قسمت شو بسته شه این قوس که بسته میشه مربوط به این میشه دوباره بسته میکنم انتر باش میگم کیوری اوکی یعنی کدام مشکل در کیوری ما شما وجود نداره به خاطر از اینکه شما ببینید که در تیبل شما چی وجود داره تیبل شما دارای چند کالم است چند روز شما از یک کامند دیگه استفاده میکنید به نام چی به نام describe داریم describe این حال نام چی نام تیبل ما چی بود امپلای ولی این پی نوشته میکنم سیمیکالن انتر ببینید حال تیبل ما نشان میده میگه تیبل که تو ذکری دارای IDs نیم است لاست نیم است درست پس آیا بیشتر ما شما اگر دایی دیتا انزل کرده باشیم یعنی نشان بده که آیدی چند است نام است کی است آیا معلومات وجود داره نداره میگیم چی میگیم select asterisk from emp سیمیکالن انتر ببینید empty set به خاطر کدام دیتا در اینجا وجود نداره من کدام چیز نشان نمیده به خاطر که دیتا انزل کنم چی برش میگم نه شما از یک کمان دارین با نام چی insert into چی employee insert into چی employee چی اضافه کنم values اضافه کنم قوس باز برای آیدی میگم آیدیش مثلا 200 باشه کامه میتم به خاطر تکست شما سینگل کوتیشن اضافه میکنید میگم نامش چی باشه نامش احمد باشه درست نامش احمد باشه سینگل کوتیشن و کامه دوباره پس سینگل کوتیشن تخلصش میگم چی باشه تخلص میگم احمدی باشه سینگل کوتیشن خود دوباره بسته میکنم قوس بسته است میکالن انتر کیوری اوکی حالا برش میگم select چی select employee سیمیکالن انتر اوکی نه ما شما ستاره رو ندادیم select ستاره from بله from employee سیمیکالن انتر ببینید عالم تیبل با نشان میده که در خود یک نفر چی داره رجیستر شده که با نام آیدی شما 200 است احمد است نامش و تخلص هم چی است احمدی اگر شما خواسته باشین دیگه انزرت کنید چی برش بگین دوباره نام کامند پیشتر insert into ببینید یک طریقه این رقم بود یک طریقه دیگر ما شما یاد میتونم به خاطر انزرت کردن دیتا شما نوشته کنید insert into پیشتر شما نوشته میکنین insert into باز نام تیبل تا نوشته میکنین باز بعد از ولی میدادین و مستقیم حالا یک طریقه دیگر رو شما میگم insert into employee درست قوس بارش باز میکنم میگم id کاما name کاما دیگه چی بود last name درست و قوس خود دوباره بسته میکنم اینجا چی برش میگم values value بله قوس خود دوباره باز میکنم آیدیشو میگم 200 چند بته 201 بته کامل برش میگم سینگل کوتیشن باز نام دیگهش چی است نام دیگهش میگم نفر دوم نامش شریف است شریف سینگل کوتیشن بسته کامل دوباره سینگل کوتیشن باز و نام تخلص شما است شریفی دوباره سینگل کوتیشن بسته قوس بسته سیمیکالن انتر کیوری اوکی برش میگم select from نام تیبلم employee انتر برش میگم ببینید نفر دوم چی شده نیز انزر شده آیدی شما 201 است نام شریف است تخلص هم چیه شریفی است یعنی شما از این طریق میتونید داخل دیتابیس هم راجستریشن کنید یکی از این طریق شما که مستقیم insert into نام employee و value برش میتین این ضرورت نیست که شما نام کالم‌هایتان ذکر کنید مثل این جواره ولی طور دومش است که شما چی میکنید insert into نام تیبل اول کالم‌هایتان ذکر میکنید بعد از باز values قوس باز و برش دیتا را انزرت میکنی یا معلومات انزرت میکنی یا دوباره قوس بسته میگید در این صفحه دیتا چی میشه انزرت میشه دیگه چیزی که باید شما فهمید چطور میتونین یک تیبلتان چی کنید دیلیت کنید همون کاماندی که به خاطر دیلیت کردن یک دیتا استفاده میشه همون به خاطر دیلیت کردن چی هم استفاده میشه به خاطر دیلیت کردن تیبل هم استفاده میشه میگم دراپ تیبل مرا میگم چی که از من بر دراپ تیبل میگم نام تیبل چی است میگم نام تیبل امپلای سیمیکالن انتر کیوری اوکی برش میگم select
select ستاره نه اول باید چک کنم که همون تیبل وجود داره نداره میگم use as سیمیکالن درست حالا میگم چی show tables تیبل های ما چی کن نشان بده سیمیکالن میبینید کلام تیبل میگه وجود نداره دیگه چیزی که شما باید بفهمید او عبارت از select است چی select و همچنان دیگه ما شما شرط یا کلاز ویر میخوانیم به خاطر او رقم شرط ما شما اول دیتابیس های خود استفاده میکنیم نشان میدیم شو دیتابیس است شو دیتابیس است دیتابیس های ما نشان داد میگم یوز ماس ببینید یک دیتابیس داریم به نام MWAZ سیمیکالن انتر دیتابیس استفاده شد میگم select ستاره from چی MWAZ سیمیکالن انتر select ستاره from Mars table Mars doesn't exist okay اول باید ما شما ببینیم تیبلاش به نام چی هست میگم شو تیبلاش اول نشان بده میگه تیبل داره 3 دانه افغانستان امپلایی و استودنت میگم حالا نشان بده select ستاره from امپلایی ببینید این رقم یک دانه تیبل یا این رقم دیتابیس معلومات داخل شده صرف شده حالا ما شما از ویر استفاده میکنیم یا از کلاز ویر استفاده میکنیم کلاز ویر به این معنی است که شرط به ما شما چی میکنه ایجاد میکنه پیش از اینکه ما شما او را کار کنیم اول برای شما این را نشان میدم که select به خاطر چی استفاده میشه و ستاره به خاطر چی استفاده میشه و شما چطور میتونید که ستاره را استفاده نکنید ولی دیتای شما برای شما چه معلوم شه ببینید من نوشته کردم select ستاره from employee این به این معنی است که گفتم نشان بده ستاره به این معنی که تمام معلوماتی که در تیبل چی بود در تیبل امپلایی بود و کل شما چی کرد نشان داد شما اگه خواسته باشین فقط پروگرام رو ببینین از کدام کامند استفاده میکنین نوشته کنه برش select برش بگو select چی select پروگرام select چی select پروگرامت میگه از چی باشه from نام تیبل چیست امپلایی سیمیکالن انتر ببینید تمامی پروگرامایی که در اینجا از ما چی میده نشان میده یک از میگه به من فیسا رو نشان بده میگم اینا select برش میگم select چی فیس یعنی کلام فیس نشان بده select fees from what from employee سیمیکالن انتر ببینید همون فیسا رو به من چی میگه نشان میده یک از میگه خیلی به من نام رو نشان بده چی برش میگم select name از کدام تیبل باشه میگم از تیبل MP باشه یا امپلایی باشه انتر برش میگم ببینید نام رو به من چی میکنه نشان میشه دیگه چیزی که شما باید بفهمید اگر شما خواسته باشید دو کلمه یک جای بر شما نشان بده برش بگو select name کاما ID و سیمیکالن name ID from چی MP سیمیکالن ببینید زمانی که select میگیم نشان بده یا انتخاب کن با من چی را انتخاب کن میگم کالم نیم انتخاب کن و همچنان کالم آیدی را انتخاب کن از کدام تیبل از تیبل چی امپلایی حالا که برش انتر میگم دو کالم است یک کالم نیم و دومش کالم چی آیدی دیدین کالم نیم و کالم آیدی با من چی کنه نشان داده شد شما در مجموع میتونید چندین کالم که مشخص است از این قسمت چی کنیم نشان بدم تا براتون بده دیگه برش میگم select میگم father name select father name comma last name underscore okay comma city و okay from از کدام تیبل باشه میگم از تیبل امپلایی باشه mp سیمیکالن انتر برش میگم ببینید father name هم نشان داد last name هم داشت city رو با من چی میکنه نشان میده دیگه چیزی که به ما شما هست باید برای ما نشان بده یا چیزی که ما شما میخوانیم او چی است او نشان دادن یک دیتای مشخص است که شما قبلا رو چی کردین تعیین کردین شما به خاطر از اینکه دیتای مشخص که تعیین کردین بر شما نشان بده شما از چی استفاده میکنین از کاماند ویر استفاده میکنین کاماند ویر یعنی شرط به ما شما چی میکنه تعیین میکنه به این معنی ببینید ما میگم select درست select ستاره select ستاره name from چی from mp
سیمیکالن سلکت ستاره نیم. اوکی ستاره نمیآید. کیوری انتر، کیوری رد میشه. ببینید نشان میکنم، اول برای شما کل معلومات نشان میدم. میگم سلکت ستاره فرام امپلایی سیمیکالن، کل معلومات نشان داد. به خاطر اینکه شما یک معلومات مشخص نشان بدین نشته میکنید سلکت ستاره نام تیبلته امپلایی، درست؟ امپلایی ویر به طور مثال میگم فادر نیم. ویر چی؟ نام کالمتان نشته میکنین فادر نیم مساوی میشه به چی؟ سینگل کوتیشن نام یک شخص انتخاب میکنیم، مثلا عبدال سینگل کوتیشن بسته سیمیکالن انتر. فرام سلکت ستاره فرام جذبه شما حالا کیوری رو رن میکنم. ببینید زمان کیوری رو انتر میکنم، همون معلومات همون شخص چی کردیم انتخاب کردیم معلومات شما چی میکنه نشان میده. ما از طریق فادر پیش رفتم. ببینید ما از طریق چی پیش میره؟ از طریق فیس پیش میره. نشان میکنم سلکت ستاره فرام امپلایی ویر چی باشه؟ میگم فیس مساوی باشه به 8703 کنیم. 8703 کنیم. یادتان نره به خاطر عدد شما سینگل کدشن چی نمیکنه اضافه نمیکنه سیمیکالن انتر. ببینید یک شخص نتیجه شما نشان میده که یک ریزالت است. آیدی شخص 27 نام سلیمان محمدی تخلص است، عبدالنام پدرش است، پروگرام مثل ویندوز میخونه، فیسش 8703 افغانی و ایمیلش و غیره چیزایی دیگه. شما یادتان نره اینمی قسمت که نتیجه اما کیوری را برای شما نشان میده، این را به نام چی یاد میکنن؟ این را به نام ریزالت ست یاد میکنن، درست؟ همین ساحه که نتیجه را برای شما چی میکنن نشان میده. اگه این تیبل بود، اگه این تیبل بود، مثلا من میگم بر من نشان بده چی؟ میگم سلکت ستاره فرام نام تیبل امپلایی، میگم سیتی امپلایی ویر سیتی مساوی شو به چی؟ مساوی شو به سینگل کوتیشن کابل سینگل کوتیشن بسته سیمیکالن انتر. بله ببینید دو نفر داریم و ارزی از چی است؟ از کابل است. و یادتان نره زمانی که شما این رقم نتیجه را برای شما نشان میده به نام چی یاد میکنن؟ ریزالت ست یاد میکنن، یا ستی که نتیجه را برای شما چی میکنن؟ نشان میده. دیگه اگر شما میخواین دیگه معلومات انزل کنین یا رجیستریشن کنین برش بگین چی؟ یا ما شما ویر یا آپریتر مساوی را استفاده کردیم. دیگه آپریتر هم شما چی کرده میتونید استفاده کرده میتونید که شامل چی است؟ بزرگ است، کوچک است، مساوی میشه. بزرگ کوچک بزرگ یعنی نه مساوی نباشه نه کوچک باشه نه بزرگ. مساوی به چیست؟ مساوی کوچک میشه، مساوی بزرگ میشه. اینی دیگه آپریترهایی است که ما شما میتونید چی کنیم استفاده کنیم.